های آرمی، چطورین؟ به بنگ تنتوری خیلی خوش اومدین. موافقین توی این ویدیو بریم سراغ ترجمه این لایو از جونگکوک؟ پس بزن بریم. 안녕하세요. 하이. 살짝 빼야 되는데 뭐. جونگکوک لایوش رو اینجوری شروع میکنه. اومدین؟ از ساعت 11 خیلی خسته بودم و خوابیدم. هر 5 دقیقه آلارم گذاشته بودم. خیلی خوبه که میبینمتون. چراغا رو از عمد قرمز گذاشتم. به محض اینکه لایو تموم شه میرم میخوابم. واسه لایو هم هیچ برنامه‌ای ندارم. همینجوری اومدم لایو. واسه لایو زیرنویس وجود داره آره، چون از قبل خبر دادم اینجوریه. خوبی از قبل خبر دادن لایو همینه دیگه. میتونن واسه زیرنویس بزنن. اون موقعی که جونگکوک اومده بود لایو تازه خبر داده بودن که جونگکوک با آهنگ 7 نامبر 1 بیلبورد هات 100 شده. و درباره نامبروانی بیلبوردش هم اینجوری میگه که مرسی از همگی، خیلی خوشحال بودم. درباره تاریک بودن فضایی هم که توش نشسته اینجوری میگه تاریکه، چون بعد از بیدار شدن توی آینه خودم رو دیدم و گفتم بهتره که اصلا چراغ رو روشن نکنم چون خیلی پف کرده بودم. باید وزنم رو کم کنم. چرا این همه چیز خوشمزه وجود داره. یکی از آرمیا واسه جونگکوک مینویسه جونگکوکا دیگه دیر نخواب. جونگکوک هم میگه نه بازم دیر میخوابم. و بچه از اونجایی که این لایو جونگکوک قبل از اجراش توی موزیک شو کره بوده، آرمیا ازش درباره موزیک شو میپرسن که جونگکوک هم اینطوری میگه موزیک شو کره تو نیویورک و لندن پروموشن داشتم که خیلی هم خوب بود. میتونم آرمیا رو توی موزیک شو ببینم هرچند که اکثریتتون نیستید. آرمیا درباره آهنگا و آلبوم تهیونگ ازش میپرسن و میگن بهشون گوش دادی؟ که جونگکوک هم شروع میکنه به پوز دادن و میگه وای آهنگای تهیونگ خیلی خوبن، من اول همه بهشون گوش دادم. در ادامه جونگکوک اینجوری بهمون میگه که یه سالی از رفتنم به موزیک شو گذشته، درسته؟ حس خیلی عجیبیه. فعالیت‌های بیشتری قراره بیاد. سرماخوردگیم تقریبا کامل خوب شده. 7 بخونم، ببخشید تازه بیدار شدم. واسه لایو اومدن ساعت 12 به وقت خود کره. تایمیه که واسه من خیلی خوبه. ولی خب برای آرمیایی که سرشون خیلی شلوغه نه متاسفانه. چه تایمی خوبه؟ بچه‌ها همتون زود بخوابید. من تایم خاصی ندارم. هر هفته برام فرق میکنه. از اونجایی که این لایوش برمیگرده به زمانی که هنوز شوچیتا با حضور جونگکوک پخش نشده بود، آرمیا درباره شوچیتا ازش میپرسن که اینجوری جواب میده. منتظر شوچیتاییم؟ خیلی انتظار زیادی نداشته باشین. البته که خیلی چیز میز خوردم ولی نمیدونم اجازه دارم بگم یا نه، ولی احتمالاً یه پیش ثبت هست. یک شنبه قراره خیلی خوش بگذره، قراره کارهای موزیک شو رو انجام بدم. امروز آهنگ نداریم، خونه سکوته، قراره موامو کوتاه‌تر کنم. کوکی بهمون میگه که من حدود 1 ساعت قبل از لایو خوابیدم، اما فکر میکنم حدود 30 تا آلارم گذاشتم. هر 2 دقیقه یه بار از خواب بیدارم میکرد. هر بار که میخواستم بخوابم آلارم صداش در میومد. یکی از آرمیا توی کامنت ها ازش درباره مومنتاش که توی ویورس همشون پاک شدن میپرسه و میگه پاک شده دیگه، مگه هر مومنت تایمش تموم نمیشه؟ یکی از آرمیا نوشته این روزا همش میخوام بخوابم. جونگکوک هم جواب میده منم میخوام همش بخوابم. امروز من میرفتم ورزش ولی حال نداشتم، زانومم خیلی درد میکرد. با مینگیو چالش انجام بدم، گفت در اولین فرصت که همو ببینیم باید انجامش بدیم، که بعدش هم چالش رو با هم انجام میدن و اتفاقا پستش هم میکنن. وقتی آرمیا درباره تایپ MBTI جونگکوک ازش میپرسن، جونگکوک اینجوری جواب میده که من T یعنی منطقی نیستم. من بیشتر F'م یعنی بیشتر احساسیم. البته درصدش تقریبا 50-50 ها، مثل E و I بودنم یعنی درونگرا و برونگراییش کلا 50-50. یکی از آرمیا ازش میپرسه تنها بودن رو دوست داری؟ که جونگکوک هم اینجوری جواب میده الان که تنها نیستم، من با شماهام. کوکی میگه چجوری این همه کاور هوش مصنوعی وجود داره؟ کنجکاو شدم سرچ کردم. AI جیمین برای تهیونگ هم شنیدم اتفاقا. امکان ساخت آهنگ با هوش مصنوعی با داده آهنگ وجود داره، ولی خب هیچ صداقتی توی آهنگایی که هوش مصنوعی میسازه وجود نداره. یکی از آرمیا واسش بنویسه چالش 7 رو با تهیونگ انجام بده، که جونگکوک هم میگه احتمالاً انجامش نمیده. ولی خب ما بعدش دیدیم که تهیونگ به موزیک شو اومد و بعد از تموم شدن ضبط موزیک شو تهیونگ با جونگکوک این چالش رو انجام داد. یکی از جالب‌ترین کامنت‌هایی که جونگکوک توی لایوش میخونه اینه برای دیدنش به حموم سکسی 5 دقیقه‌ای رفتم و اومدم، که جونگکوک هم مثلا تعجب میکنه و میگه جان چیکار کردی؟ یه حموم سریع سکسی چیه دیگه؟ چی هست؟ جونگکوک توی ادامه لایوش اینجوری میگه واقعا آهنگی نیستش که این روزا بخوام بهش گوش بدم. چیز باحالی وجود داره؟ که بعدش هم جونگکوک کامنت‌ها رو دونه دونه میخونه و جواب میده من خیلی بامزه‌ام نه؟ چی درباره من خیلی بامزه است؟
صحنه مورد علاقم از BTS چیه؟ منظور صحنه است یا اجرا؟ برای یه صحنه میگم MMA آیدل، برای اجرا هم 7 که فعالیت تکی منه و به غیر از اون مایک دراپ هم فکر میکنم خیلی باحاله. این روزا زیاد بازی نمیکنم و دارم فکر میکنم که کامپیوترمو بفروشم. چیز دیگه ای هست بخوام ببینم؟ فانی مومنت. من از اینا خیلی دیدم. یه سرگرمی جدید دارید؟ این روزا من که سرگرمی ندارم. ببخشید، درامای گوینگ 17 هم خیلی بامزه است. از طراحی کردن خسته نشدم. من خیلی تو طراحی کردن خوب نیستم. راستش واقعا میخوام یاد بگیرم که چطوری باید طراحی کنم. بعدش اون که خاطره کوتاهی رو برامون تعریف میکنه و میگه من داشتم توی اتاق تمرین رقص 7 رو تمرین میکردم که یکی از گروه‌های جدید هایپ اومدن داخل و خودشون رو معرفی کردن. خیلی جوان بودن. منم سیدیاشون رو گرفتم و بعد از اینکه از در خارج شدن صدای دادشون میومد. همون دادی که از سر ذوق و ایناست. خیلی کیوت بودن. و بچه‌ها قشنگ‌ترین لحظه این لایو جونگکوک همون لحظه‌ایه که آرمیا بهش میگن آهنگ لاو لتر رو گوش دادی که آرمی برای BTS خونده که جونگکوک اصلا ازش خبر نداره. بعد میره سرچش میکنه و بهش گوش میده و کلی احساسی میشه و کلی توی لایو گریه میکنه. و آخرش هم میگه چرا این آهنگ رو نمیشناختم من. خیلی ممنونم. واقعا بهترینید. آرمی بهترینه. خیلی حس خوبی داره. گریه کردم. من ساده گریم در نمیاد. قرار نیست تو چپتر جدید ناراحت باشیم. سعی میکنم این آهنگو حفظ کنم و بعداً براتون بخونم. یه هویی به دلم افتاد که برم و به لاو لتر گوش بدم. موهای تنم سیخ شد. ما خانواده ایم، دوستیم، عشقیم. قلبم خیلی گرم شد. بیاین تا ابد انجامش بدیم. این آهنگ برای 10مین سالگردمون بود. جداً که هدیه خیلی بزرگی بود. بعدش یه آهنگ دیگر رو میبینه که آرمیا واسه BTS خوندن و میگه خیلی خوبه خیلی خوبه. بوراها رو سرچ میکنه و میبینه که یه عالمه آهنگ وجود داره و میگه چی؟ این همه است؟ توی یه آلبوم فیزیکال منتشرش کنین، قطعاً منم میخرمش. خیلی قشنگه. آهنگش خیلی خوبه. چجوری اینقدر آرمیا خوب میخونن؟ درباره فیلم باربی هم که ازش میپرسن میگه باربی هنوز ندیدمش ولی دلم میخواد برم ببینم. این روزا زیاد فیلم و دراما نمیبینم. درباره بم هم که ازش میپرسن میگه بمی حالش خوبه، چند وقتی هست که ندیدمش، باید سریع برم ببینمش. گیتاری که جیمین هیون گرفت، آره اونم دیدم. و در نهایت هم وقتی میخواد لایو قطع کنه اینجوری میگه یکم قبل داشتیم بهم میگفتین که برم بخوابم، چرا الان دارید میگید که نرم؟ برم بخوابم؟ نمیدونستم 2 ساعت لایوم. فقط برم بخوابم؟ نمیدونم چی کار کنم. آره بیایید بریم بخوابیم. الان میرم میخوابم. بای. خب دیگه درم میرم. آهنگی که آرمیا نوشتم باید بهشون بگم آهنگای BTS، ما بهشون میگیم آهنگ فنا. پس حدس میزنم که میتونیم آهنگ فنا صداش بزنیم. از اونجایی که منم یکی از فنای آرمیا، خیلی ازتون ممنونم. تو موزیک شو میبینمتون. بای، دارم میرم. خیلی ممنونم. واقعا ممنونم. قراره با شنیدن به این آهنگ بخوابم. بای، شب بخیر. و اینجوری لایو تقریبا 2 ساعتش رو تموم میکنه. مرسی از اینکه توی این ویدیو با من و جونگکوکی و ترجمه لایوش همراه بودید. یادتون نره نظرها و پیشنهاداتتون رو حتما توی کامنت ها برام بنویسید که همه رو میخونم و جواب میدم. و اگه این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم که لایکش کنید، چنل رو هم سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که وقتی ویدیو منتشر میشه شما اولین نفری باشید که ویدیو رو میبینید. خیلی دوستتون دارم. خیلی مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی. بوراه 안녕. 보기 안 나올 것 같아요. 노래 부를 것들이랑 좀 정리해가지고 안녕 굿나잇.